ایده‌های ملی کشور خود چی رو می‌سازد؟ با فکر من یکی از ایده‌های ملی تاجیکستان مردمی تاجیکستان با فکر من این بنیادی راغون میباشد برای آنکه چخیلی که خودتان دیده استودید همین ما بسیار مشکلی برقی داریم در دیگر ناحیه‌های کشورمون مثلا در طرف‌های ایسار وحدت و غیره ها برای همین با فکر من این یکی از ایده‌های ملی ما این بنیادی راغون میباشد. اندیشه شما ایده‌های ملی تاجیکستان چه ها هستند؟ با فکر من ایده ملی تاجیکستان این در اول همین جشن و مراسم‌های ملی خب از قبیل عید نوروز، عید رمضان، عید قربان و غیر و غیره ها و بعد رشد تاجیکستان وحدت یگانگی یکدیگرفهمی و پیشروی جامعه عقیده من همینا هستم. غایه‌های ملی کشور خود چی را می‌سازد؟ غایه‌های کشور خود این با فکر من این برگرداندن مهاجران مهنتی از روسیه چون که این بسیار اگر تاجیکستان کارهای همه وقته یعنی کارهای همه وقته اگر داشته باشد مهاجران تاجیکستان باید به تاجیکستان برگردند این به حد خوب است چون که خلق تاجیکستان در آنجا به حد عذاب کشیده به حد عذاب میکشند در آنجا خیلی خنوکی این اگر آنها برگردند این به حد خوب میشود. بهترین چیز احساسات ملی این یکم وطن دوست داری ملت مادر را دوست داشتن حرمت خاک و زمین و آب همین زمین به قدرش رسیدن و هرچی بهتر فکر من همچون شهروند تاجیک هرچی بهتر برای وطن ما بیشتر باید کار کنیم بیشتر برای پیشرفت این وطن ما باید کار کنیم یکی از بهترین رفت ملت پیشرفت ملت باید خودش این ملت رو یعنی خلق خود رو باید پیش بره دیگر ما راه نداره یعنی دوست داشتن ملت. شخصا من در پیام جناب عالی اشتراک داشتم آن کس برای دوباره زنده کردن کینوی تاجیک که این هم یک ایده ملی هست چون که برای اون کینوهایی که پیشتر بودن آنها همه‌شان آن خلق و افکار تاجیکانه ما ملی ما بود در اون کینوها و اون کینوها بسیار برای تماشا کردن که در اون ایده ملی که بود همه انتظار اون کینوها بودن.